درود به همه دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با ادامه سوره بقره. تا آیه 268 خوندیم و امروز آیه 269 رو میخونیم و در ادامه ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. خیلی ممنون میشم که منو همراهی کنید. همونطور که دیدیم در آیات قبلی خدا به دنبال تبلیغات خودش بود و اینکه این پولاتون رو بیاین بدین، این بدبختا چون خودش پول نداشت اینو بدین. همین وعده اون دنیا یا قول معروف سر خرمن هم داد. دانش و حکمت را به هر کسی بخواهد میدهد و به هر کسی دانش داده شود خیر فراوانی داده شده است و جز خردمندان متذکر نمیگردند. و دانش و حکمت را به هر کس بخواهد میدهد. حالا منظورش دانش حکمت چیه؟ معلومه چون خودش که نداره. این دانش حکمت چیه که ما تا اینجا دیدیم همه چرت و پرت و اشتباه. و به هر کس دانش داده شود خیر فراوانی داده شده است. بله، به هر کس دانش داده شود خیر فراوانی به اون داده شده، مسلمه. و جز خردمندان متذکر نمیشوند، نمیگردند. خب شما دانش بده متذکر میگردن، چرا نمیگردن؟ همه میگردن. دانش کو؟ یه دانش بده. اگه دانش داده بودی که الان مجبور نبودیم الان اینا رو بخونیم، که داشتیم دانشتو میخوندیم. بله. آیه 270 و هر چیز را که انفاق میکنید یا نذر کرده اید خداوند آنها را میداند و ستمگران یاوری ندارند. دوباره انفاق و هر چیز را انفاق میکنید نذر کرده اید یا نذر کرده اید خداوند آنها را میداند و ستمگران یاوری ندارند. هیچ یا این پولاتون اگه دادیم، من حواسم یه جا نوشتم بله آقای فلانی نذر مثلا قیمه داد، دستشون درد نکنه، مثل پاتختی. خانم فلانی این کاری کرد، دستشون درد نکنه. اینا رو من نوشتم، می نویسم یا حواسم هست. ستمگران یاوری ندارن. اگه یاور نداشتن که نمیتونستن ستم کنن، چون یاور دارن ستم میکنن، یعنی پشتوانه‌ای دارن که زورشون میرسه ستم کنن. و الان آخونده چجوری دارن ستم میکنن؟ به نام خدا دیگه، نام خودت آیه خدا. به قول معروف کلات بذار بالاتر. اگر انفاقها را آشکار کنید خوب است و اگر آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید برای شما بهتر است و قسمتی از گناهان شما را میپوشاند و خداوند و آنچه انجام میدهید آگاه است. یا آقا اگه بریم کمک کنیم به اینون، بگیم آقا من کمک کردم، من فلانی اینقدر کمک کرد، باریکلا فلانی اینقدر، خوبه، طوری نیست. اگه قایمش کنیم خیلی بهتره. نگید آقا مثلا فلانی اینقدر، یا آقایی اینقدر کمک کرد، به باریکلا، مثلا اینجوری بهتره. حالا یه از این قولای به قول معروف سر خرمنی هم اینجا میده و قسمتی از گناهان شما را میپوشاند. شاید یه رو اصلا گناه نداشته باشه و خداوند با آنچه انجام میدهید آگاه است. دوباره ادعاهای پوچ الکی. خدا آگاه است. هدایت آنها بر تو نیست، ولی خداوند هر که را بخواهد هدایت میکند و آنچه را از خوبی ها و اموال انفاق میکنید برای خودتان است. جز برای رضای خدا انفاق نکنید و آنچه را از خوبی ها انفاق میکنید به طور کامل به شما داده میشود و به شما ستم نخواهد شد. بله، به من میگه که خدا به من میگه که به شما هم احتمالاً میگه دیگه، هر کی این کتاب میخونه از داره میخونه، میگه هدایت به محمد اینجوری گفته که برو بگو هدایت آنها بر تو نیست. محمد مده گفته هدایت آنها بر تو نیست. خب خودمونم میدونیم.
ولی خداوند هر کی را بخواهد هدایت میکنه. یعنی محمد الکی اومده، ابراهیم، موسی، عیسی، پوسا، شوسا، موسا، 124,000 تا پیامبر هست. یه 10-20 تاشون اسم داره، بقیهشون نیست. هیچ اسمی، نشونی، هیچی ازشون نیست. همه اون 124,000 تا عرضم به حضور شما الکی اومدن، سر کار بودن، همه رو گذاشته سر کار. همین کتاب سر کاریه، هم اون 124,000 تا پیامبر. چرا سر کاریه؟ چون هدایت آنها بر تو نیست، ولی خداوند هر کی را بخواد هدایت میکنه. خدا خودش هر کی بخواد هدایت خودش دوست داره هر کار میکنه، نه الکی. و آنچه از خوبی ها و اموال انفاق میکنی برای خودتان است. حالا خدا اینجا میگه که آقا خوبی میکنی برای خودتون میکنی، برای من که نمیکنی که. جز برای رضای خدا انفاق نکنید. و آنچه از خوبی ها انفاق میکنید به طور کامل به شما داده میشود و شما ستم نخواهد شد. بله، میگه فقط برای رضای خدا خوبی کنید. مثلا دیدین یه کافری اونجا داره میمیره، نگو به خاطر انسانیت برم نجاتش بدم. آیا رضای خدا تو اون هست که نجاتش بدی؟ اگه جواب آری است نجاتش بده. ولی اگه رضای خدا نیست که اونو نجات بدی، نجاتش نده. حتی شمشیر بردار نصفش کن. رضای خدا شاید توی شمشیری که میزنی نصفش میکنی. یعنی رضای خدا مهمه، نه کار درست، کار خوب. کار انسانی مهم نیست بگی در حق انسان کار خوب، نه. کار خدا هرچی هست اون گفته انجام بده، اون کارو بکنی درسته. رضای خدا باشه. حالا اگه کار خوبم کردی میگه بهتون میدم، توشم چیز نمیکنه، کم و زیادش نمیکنم، قشنگ حقتون رو میدم. کجا؟ آن دنیا. برای نیازمندانی باشد که در راه خدا در تنگنا قرار گرفتند. بله، پرانتز. نمیتوانند مسافرتی کنند و از شدت خویشتن‌داری افراد ناآگاه آنها را بی‌نیاز میپندارند. اما آنها را از چهره‌هاشان میشناسی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمیخواهند. و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنی، خداوند از آن آگاه. به این بنده خدا که تو راهن، بدبخت و بیچارن، روشون نمیشه بیان بگن آقا یه کمکی به ما کن. همه اینطوری نیستن که بیان آویزون بشن آقا یه چیزی به ما بده، یه چیزی به ما بده. خیلی این رو ندارن یا طبعشون بلندتر از صحبت هاست بخوام بیان یه چیزی درخواست کنن و شما از قیافه‌شون میشناسینش، برین کمک. همه چیزش قشنگه، این حرفا قشنگه، ولی میگه در راه خدا. این در راه خداشه که یه ذره اذیت میکنه. چی میشه که برای خودمون آدم این کارو بکنیم؟ در راه انسانیت اصلا در راهی نباشه، برای اینکه اون انسان اونم شاد باشه. همین در راه خدا وقتی میگه یعنی تو این کار داری میکنی که بعد یه چیزی گیرت بیاد، اون جنبه انسانی رو از بین میره. حالا به هر حرف بدی نبود. آن که اموال خود را شب و روز پنهان و آشکار انفاق میکند، مزدشان نزد پروردگارشان است و ترسی بر آنهاست، نه غمگین میشود. اگه اموال تو شب و روز پنهان و آشکار میدی میره، به بدبخت و بیچاره ها خدا مزدتو میده. کجا؟ اون دنیا. یعنی یعنی این که اینجا دیگه شما نمیتونید بفهمی که طرف واقعا انسانیت رو به خرج داده که این کارو کرده یا اینو داده که یه چیزی گیرش بیاد. و این
در راه خداش این مشکل به وجود میاد. یعنی خیلی خوبه که کمک. کسانی که روا میخورند بر نمیخیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده. بله، این به خاطر آن است که گفتند داد و ستد هم مانند رواست، در حالی که خدا بیع را بدون بیع را حلال کرده و روا را حرام. و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و خودداری کند، سودهایی که در سابق به دست آورده مال اوست و کار او به خدا واگذار می شود. اما کسانی که بازگردند اهل آتشند و همیشه در آن میمانند. کسانی که روا میخورند بر نمیخیزند مگر مانند کسانی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شدند. فکر کنید دیوونگی به خاطر تماس شیطانه. مثلا یه نفر دیوونه است، این با شیطان، این تصورات قدیمی های داغون بوده، نه که قدیمی داغون بودن، تصوراتشون داغون بوده و خدا هم علمش از اونا فراتر نمیره. اونا فکر کرده که شیطان مثلا رفته تو مغزشون، دیوونه شدن، هیچ تصوری از علم امروزی نداشت دیگه، چه برسه به علم آینده که قرار خیلی پیشرفته تر از علم الان باشه و معلوم چه چیزایی رو کشف کنه. و این علم خداست که هی داره به ما میگه قرار با این هدایت بشیم، با این علم است که همون موقع هم به درد نمیخورد. به هر حال میگه آقا اگه روا بخورین مثل اینا دیوونه هایی که هستن که شیطان رفته تو مغزشون، مثل اونا میشین، دیوونه میشین. بله، این به خاطر آن است که گفتن داد و ستد مانند رواست. یعنی شما نزول بخورین به خاطر اینجوری میشین که نزول میخورین، بعد بهتون میگن آقا نزول نخورید، خدا گفته نزول نخورید. میگه نزول چه فرقی داره با بازرگانی مثلا؟ اینجوری میشین، در حالی که خدا بیع را حلال و روا را حرام. همین ماجرا. و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و خودداری کند، سودهایی که در سابق به دست آورده مال اوست و کار او به خدا واگذار می شود. اما کسانی که بازگردند اهل آتشند و همیشه در آن میمانند. میگه آقا اگه شما قبل اینکه ما برای این آیه رو گفتیم این کاری میکردین، خب طور نیست دیگه کردین، ولی اگه حالا که من این آیه رو بهتون گفتم دیگه این کار بکنیم، براتون تو آتیش میندازمتون تو آتیش دیگه، میل خودتونه، بعد همیشه در آن میمانه دیگه، همیشه هم تو آتیشی. چه سودی داره این کار؟ چه سودی داره که این آقایی که مثلا این حرکت کرده، رواخواری کرده مثلا، و خدا گفته نکن دوباره کرده، که خدا میدونسته در آینده چه خبر میشه، این چجوری هنوز رواخواره؟ یعنی خدا سرنوشت اینو مشخص کرده، بازم این کارو میکنه بدونی که دست خودش باشه، میبره میندازه تو آتیش. حالا میندازه تو آتیش باش، این چه سودی داره که همیشه اونجا باشه؟ میخوای چی به دست بری؟ اون تو آتیش چی به دست میاد همیشه تو اون آتیش باشه؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ یه کار بی خود به در خداوند روا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس گناهکار را دوست ندارد. خداوند روا رو نابود می کنه، خداحافظ شما دیگه روا نابود شد، صدقات را افزایش میده. صدقه رو افزایش میده یعنی چی؟ صدقات رو افزایش میده. مثلا میگن مبلغ صدقه از 250 تومن شده 500 تومن، اینه افزایش میدی. چی افزایش میدن؟ و خداوند هیچ انسان ناسپاس گناهکار رو دوست نمیدارد. خدا اونا که میگن خدای تو هیچ کاری نکردی دوست نداره. یه کاری میکردی که دوست داشته باشن عزیز. بله، کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است و نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین میشن. حالا یه سری افراد هستن که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن،
که معلوم نیست چیه عمل صالح. و نماز را برپا داشتن و زکات پولم دادن، تهش باید پول بدی. اجرشان نزد پروردگارشان است و نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین میشن. اینو جدید یاد گرفته، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین میشن. بعد نیست بگیمش. ای کسانی که ایمان آوردید. بله، چیکار دارید؟ از خدا بپرهیزید و آنچه از ربا باقی مانده رها کنید اگر ایمان دارید. میگه آقا اینی که ایمان آوردید، اونا که ایمان نیاوردن هیچی، دوباره با اوناست که ایمان دارن. ایمان هم که میدونید چیه، یعنی که بگین خدایی که غیبه و چیزایی که غیبه هست، یعنی نیست هست. خب یک کسانی که ایمان آورده از خدا بپرهیزید و آنچه ربا باقی مانده رها کنید اگر ایمان دارید. پولایی که از ربا چیز کنید همینطور برشون کنیم بره، اگه راست میگین که ایمان دارید. از خدا هم بپرهیزید. یعنی چی از خدا بپرهیزید؟ یعنی بترسین از خدا، خدای مهربان. اگر نمی کنید بدانید خدا و رسولش با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آن شماست، نه ستم می کنید و نه بر شما ستم وارد میشه. اگه این ربا رو بیخیال میشین که شدید، نشدین خدا با پیامبرش میاد سراغتون، میزنه دهنتون. بله. و اگر قدرت پرداخت نداشته باشد. و اگر قدرت پرداخت نداشته باشد یعنی چی؟ و اگر قدرت پرداخت نداشته باشد چی؟ او را تا هنگام توانایی مهلت دهید. کیو میگی؟ هیچ کی معلوم نیست کیه. اینجا احتمال من میدم یه چیزی مصرف کرده خدا، داره یه چیزایی میگه. برای خدا به او ببخشید، بهتر است اگر بدانید. اگر قدرت پرداخت نداشته باشد او را یک کسی قدرت پرداخت نداشته. خب مثلا بکنم ما میدونیم کیه، نمیدونم چه فکر پیش خودش، فکر اونا رو گفته، مثلا پیش خودش یه چیزایی فکر کرده، همینطور که مثلا تو یه چیزی مصرف کرده، شاید مثلا همینطور تو چیزی اگر قدرت پرداخت نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید. و دوباره میره تو خودش، این چیزا فکر کنم باشه. عمرش هم زیاده، 1000 تا مریضی داره. بله. و از روزی بپرهیزید که در آن روز شما را به سوی خدا باز میگرداند. سپس به هر کس آنچه انجام داده به طور کامل بازپس داده میشد و به آنها ستم نخواهد شد. میگه از یه روزی بترسید که در آن روز شما به سوی خدا بازگردان میشین. روز وحشتناکیه. عوض که بگه آقا مژده داریم میایم پیش خودم، پیش مثلا خالقتون، روز خیلی خوبیه، به یه بترسید. یه خدای عصبانی. سپس به هر کس آنچه انجام داده به طور کامل بازپس داده میشود و به آنها ستم نخواهد شد. میگه حقتون همونی که هست میذارم کف دستون. ربا خوردی میندازم تو آتیش برای همیشه. بعد میگه به آنها ستم نخواهد شد. دیگه مثلا حالا این ربا خورده، دیگه میخوای چیکارش کنی؟ چه ستمی میتونی بهش بدی؟ یا تو آتیشه، میخوای آتیشی که توش آتیش بکنی؟ آیه بعدی بسیار بلند بالاست، فکر کنم اینا 282 بزنیمش برای جلسه بعدی و تا همینجا کافی باشه، چیز دیگه ای نمونده. 282 هستیم و 3-4 تا آیه دیگه تموم میشه این آیه، این سوره بقره‌ای که من چرا اسمش بقره است. به هر حال خیلی سپاسگزارم که تا همینجا منو دنبال کردین. موفق و پیروز باشید.